با سلام و درود فراوان به شما دوستانان و علاقمندان به فلسفه. امروز میخوام درباره آقای دکارت فرانسوی نیمه اول قرن 17 میلادی با شما صحبت بکنم. ببین دوستان، وقتی که نام دکارت بر زبان آورده میشه یا اسمش رو میشنویم، یه چند تا نکته هستش که برامون تداعی میشه. انگار این چند تا نکته با نامش عجین شده، یا به عبارت دیگر این چند تا نکته در واقع شناسنامه آقای دکارت هست که هست. اولین نکته ابداع ذهن، یعنی واژه یا اصطلاح ذهن یا مایند هستش که آقای دکارت وارد فلسفه میکنه، میاد داخل فلسفه میاره و مطرحش میکنه و ترویجش میکنه، رواجش میده، شیوعش میده و معتقد هم هستش که این ذهن در واقع ابزار یا وسیله است برای اندیشیدن یا فکر کردن. یعنی ما انسان ها اگر میتونیم بیاندیشیم یا فکر بکنیم به خاطر این هستش که ذهن داریم، و اگر حیوانات یا چیزهای دیگه ای که نتونن بیاندیشن یا نتونن فکر بکنن به خاطر این هستش که ذهن ندارن. این اولین نکته هستش که ایشون وارد فلسفه کردن این ذهن رو. اتفاقا میخوام به شما بگم که با آوردن این واژه ذهن به فلسفه در واقع دکارت یک مسیر جدیدی، راه جدید در فلسفه گشوده از زمان خودش تا به همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یعنی در طول بیش از 4 قرن، که به همین خاطر که راه جدید و مسیر جدید رو باز کرده بهش میگن پدر یا بنیانگذار فلسفه مدرن غرب. فقط یادتون باشه دوستان، این واژه به قدری رواج و ترویج پیدا کرده که نه تنها در قرن 20 یه شاخه جدیدی از فلسفه ساختن به اسم فلسفه ذهن در بهترین دانشگاه‌های دنیا، تو آمریکا، توی اروپا، و ما هم آدم ها هم، من شما هم به قدری این واژه رو تو صحبت‌های معمولیمون روزمره‌مون کار میزنیم. بعد یادتون باشه وقتی این واژه رو کار میزنیم یعنی افتادیم تو تور یا دام آقای دکارت افتادیم. این رو حواسمون باشه، یعنی رو سفره آقای دکارت گرفتیم نشستیم وقتی واژه ذهن رو کار میزنیم. نکته بعدی این جمله یا سخن مشهور آقای دکارت هستش که میگه میاندیشم پس هستم. البته شکل کامل این جمله هستش من میاندیشم پس من هستم، که حالا ساده ترش 2 تا منش رو برداشتن میگن میاندیشم پس هستم. خب اگر این شکل کامل رو نگاه بکنیم، من میاندیشم پس من هستم، نشون میده که این سخن مشهور آقای دکارت که بهش کوگیتوی دکارت هم میگن استنتاج یا استدلال نیست، چون اگر باشه در میشه مصادره مطلوب. مصادره مطلوب یعنی اینکه اون چیزی که میخوای ثابتش کنی دوباره فرضش میگیری. یعنی اینجا میخوای میگی ثابت کنی که یا نتیجه بگیری که من هستم، ولی تو مقدمش میگی من میاندیشم. و من بعد اونجام که اومد، این در واقع استدلال یا استنتاج نیست، این تأکیدی است که آقای دکارت میکنه که هستی من یا هستی ما یعنی انسان ها به خاطر اون ذهنه، به خاطر اون اندیشیدنه. یعنی ما هستیم به خاطر اینکه میاندیشیم. یعنی در واقع میخوام یه خدمت عرض بکنم که این آقای دکارت معتقد است که هستی من یعنی ذهن من، یعنی من ذهن هستم. دقت کنید، یعنی من گوشت و پوست و استخون و دست و پا اینا نیستم، من ذهن هستم. منتها اینم به شما بگویم که ایشون برخلاف آقای مولانای فرهنگ ما که ایشون هم میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، اوکی، ایشون هم 4 قرن قبلش همچین حرفی زده. منتها آقای مولانا شاید برای اون
دست و پا و استخون و شکم و روده و اینا، یعنی ماده، یعنی تن، یعنی بدن، یعنی جسم ما شاید ارزش آنچنانی قائل نبوده یا در مرحله خیلی اسفلتری پستری قرار میده. نه، آقای دکارت اون رو هم به عنوان یک جوهر میپذیره و اینجا میرسیم به این که به این نکته سوم از آقای دکارت که همون دوگانه انگاری ذهن و ماده است. یعنی ایشون ماده هم به عنوان جوهر میپذیره، ذهن هم به عنوان جوهر میپذیره و در نتیجه میگه کل عالم، کل دنیا، کل هستی شامل این دو جوهر هستن، دوگانه انگار هستش، ذهن و ماده. و اتفاقا بین ذهن و ماده ذهن رو اصل قرار میده، اون ماده رو فرع میکنه. یعنی تا اینجایی که ذهن رو اصل قرار میده همچنان با آقای مولانا هم اشتراک دارن، ولی در مورد ماده نه، ایشون برای ماده هم چی قائله؟ یعنی جوهر قائله و میگه که اینها هم عرض کنم حضور شما که برای خودشون هستن، حالا براش احترام قائله، برای اون بخش ماده. البته اینم به شما بگویم که این داستان ذهن و ماده در واقع همون میراث آقای سقراط و افلاطون و اونا هستش یا ارسطو هستش که اونا میگفتن کل عالم از ماده و صورت تشکیل شده و صورت رو اصل میگرفتن، ماده رو فرع. حالا این آقای دکارت به جای صورت این واژه ذهن رو وارد کار کرده، یعنی به جای صورت گفته ذهن، ماده و ذهن، ولی باز همچنان مثل اونا صورت رو اصل میگرفتن، این هم ذهن رو اصل میگیره. این هم میخواستم خدمت شما عرض بکنم که در ارتباط با آقای دکارت. و بالاخره نکته آخر هستش ابداع هندسه تحلیلی که همزمان با این ابداع میشه محورهای مختصات دکارتی هم هستش که جزء شناسنامه آقای دکارت. ببین دوستان، آقای دکارت، خواهش میکنم دقت کنید، آقای دکارت ریاضیدان بود، به ریاضیات علاقه وافری داشت، به شدت دوست داشت ریاضیات رو، شیفته و دلبسته ریاضیات بود و ریاضیات رو تنها علم موجود میدونست. این آقای دکارت میگفت یک علم وجود دارد و اونم ریاضیات است. معتقد به علوم نبود که الان ما معتقد به علوم هستیم. میگفت یک علم وجود دارد و اونم ریاضیات هستش و معتقد بود که هر چیزی دیگه میخواد بگه من علمم یا علمیم، یا باید بشه ریاضی یا باید با ریاضیات پیمان برقرار کنه. دلیل اینه که میگفت که تنها علمم ریاضیات هست برای اینکه گزاره‌ها و قضایای ریاضی هم چیزایی هستن که قطعی و یقینی هم، همیشگی و دائمی هم. این علم اونجوری میدونست و اتفاقا همین اعتقاد آقای دکارت به این که فقط یک علم داریم اونم ریاضیات، علم دیگه میخواد علم بشه باید خودش با ریاضیات وصل کنه، چون هندسه هم در زمان خودش هم به هندسه هم علاقه‌مند بود، به هندسه هم جزء علوم میدونستن، ایشون میگفت که پس هندسه باید یه جوری پیوند بخوره با ریاضیات و اتفاقا این کار کرده. خودش با همین هندسه تحلیلی این کار کرده. چیکار کرده؟ خیلی ساده ولی در عین حال نبوغ آمیز. گفت عنصر هندسی چیه؟ نقطه. یعنی پایین ترین چیزی که در عنصر دیگه المان هندسی صحبت می‌کنیم نقطه است دیگه. خط که دیگه از نقطه تشکیل میشه، سطح از خط تشکیل میشه، حجم از سطح تشکیل میشه. پس اون نقطه زیربنایی ترین و کلیدی ترین نهاد یا عنصر هندسه هستش. خب عنصر ریاضیات چیه؟ عدد. ایشون اومدن بین این نقطه و عدد ارتباط برقرار کردن. چگونه؟ با رسم محورهای عمودی و افقی. محور افقی مثلا x، محور عمودی باشه y یا y قائم. بعد دیگه گفت هر نقطه در داخل این صفحه یا کاغذ رو میشه، هر نقطه یعنی عنصر هندسی رو میشه با دو عدد x و y نشون داد. عجب نبوغ. هیچ کس تا زمان آقای دکارت نمیتونست این ارتباط رو برقرار کنه. و ببینید دوستان، باوری که داشت این که اگر هندسه میخواد علم باشه باید خودش رو به ریاضیات پیوند بده، خودش پیوند داد. این قدرت باورها رو نگاه کنید. آره به همین سادگی گفت در یک صفحه هر نقطه‌ای رو میشه
با 2 عدد نشون داد. در فضا هر نقطه میشه با 3 عدد نشون داد که در واقع اون محورهای مختصات رو هم به همین خاطر اینکه بتونه این پیوند برقرار کنه ابداع کرد، ساختش. متشکرم، به امید دیدار تا بعد.